کار میکنی؟ فهم پاشو بشی؟ اوی خورشید، بله قربان، بله مولای من. گفت امامت که گفت شما؟ بله حاجی آقا، سلام علیک. بله حاجی آقا. چونی حاجی آقا خدا ما بینه؟ گفت خدا گفته کی بر تو ولا داشته باشه؟ گفت شما را خدا گفته از ولی منی. خود و خدا گفته خودتی به من ولایت داری. کار داشتی؟ گفت من بهت میگم برگرد واسه اینجا وقت نماز عصر بخونم و بعد برو. گفت چشم مولای من. دندقه بیام یه فرمانی به نظرم قای کسی بیام نه مال قای کسی. خورشید و برگردند و ورد میگرداشون جایی که وقت نماز عصر است. نماز را خون فهمون حالا میخوایی بری برو. بی خوبه عجله دارم حاجی بجم تونه قرآن مجید. خدا من اگه جم الان خدا ما بینم از کجا بیه بله من کار نیاری سلام برسو بیا خونه. سلام. در مورد قضیه رد و شمس یا برگشت خورشید، اولا باید بدونید در واقع زمین برمیگرده نه خورشید. اصطلاحاً از نوع نگاه زمینیه که میگن خورشید برگشت، خورشید طلوع کرد غروب کرد، و در واقع این زمینه. ثانیاً این که این با معجزه و قدرت خدا بوده. خدایی که میتونه اصل زمین رو خلق کنه، در قیامت زمین و خورشید رو به هم بریزه و آتش رو برای ابراهیم با معجزه سرد کنه، یا عصای موسی رو تبدیل مار کنه، یا از دل کوه برای صالح شتر در بیاره، میتونه زمین رو هم به عقب برگردونه. ثالثاً این که این قضیه در کتب مسیحیت و یهودیت برای حضرت یوشع هم نقل شده که زمین برگشت براشون، و در کتب معتبر سنی مثل صحیح بخاری و مسلم برای پیامبر از پیامبران نقل شده، و حتی در قرآن در سوره صاد برای حضرت سلیمان هم نقل شده که خورشید برگشت، و دوباره برای پیامبر ما در کتب سنی ها نقل شده در قضیه جنگ خندق و در برگشت از معراج که خورشید براشون برگشت، که سنی ها گفتن، شیعه نگفته البته. و برای امیرالمومنین دو بار نقل شده، یه بار در زمان خلافت خودش که حالا بحث ما نیست، یه بار هم در زمان پیامبر، که قضیه پیامبر این بود که پیامبر در خونهشون با امام علی بودن که جبرائیل آیه نازل کرد و موقع سنگینی وحی به قدری به پیامبر همیشه سخت میگذشت که ایشون معمولا سرشونو از شدت سختی و مدهوشی به جای تکیه میکردن که سرشون انداختن روی زانوی امام علی و همونجا خوابشون برد به خاطر سختی وحی. این بود که پیامبر نماز رو خونده بودن اما امام علی نخونده بودن، میخواستن در وقت فضیلت آخر بخونن، که وقتی دیدن نماز داره قضا میشه امام علی، برخی از کتب نوشتن با اشاره و به صورت نشسته خوندن در حالی که سر پیامبر روی زانوشون بود. اما وقتی پیامبر بیدار شدن بعد چند دقیقه دیدن که نماز امام علی اصطلاحاً اینجوری شده، به امام گفتن، دعا کردن و اصطلاحاً زمین برگشت. و این قضیه رو صدها کتاب شیعه و سنی نقل کردن، حتی چندین عالم هم شیعه هم سنی شاید ده ها رساله مخصوص همین قضیه نوشته و متواتره. و حتی علمای سنی گفتن اجماعه که خورشید برای یوشع. در مورد اشکالاتش اینه که اولا اینکه گفتیم زمین برگشته نه خورشید، ثانیاً اینکه چرا بقیه مردم نفهمیدن، چون خورشید هوا ابری بوده، برای مردم اون منطقه فقط 7-8 دقیقه بیشتر نبوده. از طرفی هم که مردم بقیه دنیا که یا وسط روز بودن یا وسط شب که متوجه نمیشن، فقط مردم نزدیک اون منطقه هم که هوا ابری بوده. از طرفی هم اذیت پیامبر حرامت به قرآن و امام علی تشخیص داد که این اذیت میشه و این کار رو نکردن. در روایت هم داریم که زمان ظهورم روزها ممکنه طولانی بشه، یا در قیامتی خدا میگه یه روزش برابر 50,000 ساله و این قضیه اتفاق میفته. و این اصل قضیه محال عقلی نیست بلکه محال وقوعیه و خدا میتونه این کار رو بکنه. و حتی اهل سنت برای فرد به نام حضرمی هم نقل کردن که به دعای او آدم عالم سنی حتی باعث شد که خورشید وایسته. از طرفی هم اینه که نور همیشه بعد 7 دقیقه ما میرسه لحاظ علمی به خاطر طولانی بودن فاصله زمین با خورشید، میتونه انعکاس نوری که هم سرعتش کمتر شده باشه یا به زاویه مستقیم نتابیده باشه، یکم طول کشیده باشه. و میتونه هم خدا همونطوری که میتونه با طول ارز کسی را یک لحظه به شهر دیگه ببره، کاری کرده باشه که انگار اونا خیال کنن این اتفاق افتاده. و در قضیه طول ارز هم اینطوریه که یعنی انگار اینا خورشید برای اونا فقط بوده نه برای بقیه، و چندین حالت ممکنه. و سلام.